نیروهای یگان ویژه به معدن طلای اندریان اعزام شدند. سکوت مسئولان در برابر این استقرار ناگهانی سوال برانگیز و نگران کننده است. چه خبر است در دل کوههای طلا؟ آیا این استقرار پوششی برای ادامه تاراج منابع ملی است، یا قرار است صدای معترضان کارگر و مردم محلی را با باتوم و تهدید خاموش کنند؟ اندریان سالهاست که زیر تیغ استخراج غیر اصولی نابود شده. حالا با استقرار نیروهای امنیتی گویا صدای اعتراض هم قرار است دفن شود. طلای وطن را میبرند، خاکسترش را برای ما میگذارند.